مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه تیم زنه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. ببخشید من صدام هم گرفته و یه 7-8 دقیقه ما رو در طول این مستند تحمل بکنید. امروز قصد داریم که راجع به یکی دو تا از سلبریتی های داخل ایران صحبت بکنیم و افشا بکنیم و بگیم که کی با کی و پشت پرده هاشون چی هستش، از جمله خانم مریم معصومی و خانم سارا منجزی. حالا اگه برسیم راجع به یکی دو تا دیگه هم صحبت میکنیم، شاید براتون جالب باشه اتفاقات پشت پرده این افراد. خانم مریم معصومی که متولد اسفند ماه سال 1365 هستن که البته خیلی تاکید دارن که بگن متولد سال 1366 هن، هرچند آنچنان فرقی نمیکنه چون اینا هر روز میکوبن میسازن و اینقدر جرایه زیبایی میکنن که دیگه فکر کنم سن و سال براشون معنا و مفهومی نداره. و در سال 1365 ولی به خاطر 6 روز میشم 66 دیگه. آها الان گرفتاریتون 6 روزه. اما خب اتفاقات پشت پرده این افراد شاید براتون جالب باشه. قبل از اینکه من راجع به این افراد صحبت بکنم یه لطفی بکنید اگر کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب ندارید، یه دکمه قرمز رنگ این پایین هست، روی دکمه سابسکرایب بزنید که بتونید آرشیو ویدیوهای قبلی ما رو ببینید. اگر هم قبلا سابسکرایب کردید چون داخل ایران هستید و یوتیوب فیلتر هستش، لطف کنید که کامنت بذارید که یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. من بارها میگم به خاطر اینکه خیلی از دوستان سابسکرایبشون میپره و اینم از دست و گل‌های مسئولین داخل ایران هستش که یوتیوب رو فیلتر میکنن ولی خودشون معلوم نیست از چه روش‌هایی برای دیدن ویدیوها و مستندهای افراد مختلف استفاده میکنن. بله. خب آغاز میکنیم برنامه پشت پرده رو. اول از خانم سارا منجزی شروع میکنیم، خیلی کوتاه راجع به یه سری اتفاقاتشون صحبت میکنیم که ایشون یه مدت با آقای شریفینی ها بودن، بعدش رفتن با آقای محمد علیزاده خواننده. من عاشق کسی شدم که خیلی صاف و ساده است، که خیلی هم میگفتن که نه همچین چیزی نیست و اصلا این اتفاقات نیفتاده، در صورتی که ما یک بار افشا کردیم که این دوتا با هم دیگه لبنان هم رفته بودن، البته واسه زیارت نه، چه چیزای مختلف و اشغال و اینا، و حالا نمیدونم لبنان چی داشته ولی خب رفتن و رصد شدن. یه بار قبلا گفتم و گفته شده که خانم سارا منجزی یه دونه بچه 20 ساله داره که سعی میکنه که پنهانش بکنه و نگه که این بچه رو دونالد. بعد ببینیم که چقدر واقعیت داره. و از اون طرف یه عده میگفتن که این دوتا حالا با هم دیگه نیستن و جالبه که محمد علیزاده وقتی که پاش مشکل داشت و پاشو پانسمان کرده بود، فکر کنم جراحی کرده بود، شکسته بود، یه دونه استوری گذاشت و شما به لوستر خونه آقای محمد علیزاده دقت بکنید دقیقا همونجا هم خانم سارا منجزی یه دونه عکس داره، یعنی با مقایسه این دوتا لوستر دقیقا دستتون میاد که داستان از شاید گوشه دیوار هم یه چیزی هستش. اگر دوتا تصویر رو با هم دیگه مقایسه کنید متوجه میشید که حالا هستن دور هم دیگه. این از خانم سارا منجزی، گفتم خیلی کوتاه بهشون اشاره بکنم. میرسیم به خانم مریم معصومی که با علی مشهدی نویسنده معروف داخل ایران روابطش رو حالا شروع کرد و برای فیلم سدونک هم آوردش توی تلویزیون. مامان میگم دیدیش چطور بود، پسندیدی؟ دیدم. چرا بزرگ نیست؟ جا افتاده است؟ نه مامان همش 2 سال از من بزرگتره. فیلمی که خودش نویسنده بود یعنی آقای علی مشهدی، بعد رکب زد به علی مشهدی، رفت تو یکی از خونه های رضا عطاران زندگی کرد و کلا با مشهدی ها بیشتر حال میکنه. خودش هم معتقده که تهرانی مشهدی نیست. حالا به هر حال ایشون
محترمه و یه دونه دوست پسر داشت که خیلی دوستش داشت و به خاطر این دوست پسر موهاش رو کوتاه کرد و سفید کرد، چون دوست پسرش خیلی اعتقاد به موی کوتاه داشت که حتی یه اشاره‌ای هم توی برنامه دوره همی به این دوست پسرش که 1-2 سال باهاشه کرد. بریم این فیلم رو ببینیم. تو قانون زندگی خودم دوست داشتن خیلی مراتب بالاتری از عاشق شدن داره. خب دوست داشتین؟ بله. موضوع مال چند سال پیش؟ موضوع مال از نمیدونم خیلی سالم نیست ولی تازگی هم نیست، هست دیگه. خب نام چند سال پیش؟ 3 سال. بله، حالا از این بحث دوست پسریناش تا خارج نشدیم یه نکته به شما بگم. یه استوری چند وقت پیش خانم مریم معصومی گذاشت، یه دونه کیک رو نشون داد که توی اون کیکه یا روی اون کیکه نوشته بود چه خوب شد به دنیا آمدی و شدی عشق من. یعنی مربوط به تولد کسی بود که خانم مریم معصومی رفته بود. اما کیک تولد مال کیه؟ الان اینجا بهتون میگم. مال آقای ایمین یا همچین چیزی، اسمش هم خیلی سخته، ایمین اشراقی هستش و جالبه بدونیم که این شخص برادر آقای ایمان اشراقیه. ایمان اشراقی رو اگر نمیشناسید بهتون بگم که این شخص بازیگر سریال خط قرمز بودن که یک مدتی رو در انگلستان درس خوندن در مقوله پوست و مو زیبایی. حالا ایمان اشراقی هم بریم یه تیکه از صحبتاشو پخش کنیم بعد از اینکه برگشت بود ایران. یعنی برادر دوست پسر همون کسی که خانم مریم معصومی نوشته بود که چه خوب شد به دنیا آمدی و شدی عشق من. 8 دقیقه باش مصاحبه کردن. یعنی از این آدمایی که کلی فارسی صحبت نمیتونه بکنه و فارسی نتوان صحبت کرد. ببینید این دوره کازمتیکولوژیه، ساب سرجری، اگریسیو نیست، تهاجمی، خیلی لایت و خیلی ساب سرجری. بیفاید است. خیلی بازیگر کاریزماتیک الان در ایران داریم. مومنتال داریم، ادونچروس و هیجانی، اینوویتیو تلویزیون بود. ما به کانسپت کاری نداشتیم. این شخص آقای ایمان اشراقی بودن که برادر ایشون با خانم مریم معصومی میگن خب چه ربطی داره. این کلیپی که منتشر شده نگاه بکنید، توی این ثانیه وقتی که حالا تصویر رو آروم بخونیم اصلا موشه میبینید که خانم مریم معصومی قشنگ میره جلو که ماچه رو بکنه و تبریک تولد بگه. گفتم که در جریان باشید. بعد استوریای خانم مریم معصومی هم باحاله. یعنی یه سر بزنید به پیجشون که 1 میلیون خورده فالوور دارن که نزدیک به 50% فیکه، تا خشتک فیک زدن توی پیجشون. استوریای اولشون با تصویر نمیدونم مسجد و جانماز و نمیدونم امام و انقلاب، هر چقدر که میرن جلوتر دیگه استوریا میاد توی محله و بعدش هم میاد تو مکان. یعنی از مسجد به محله، بعد از محله به مکان تغییر مکان میده. استوریای خانم مریم معصومی این ریاکاریاست که برای ما یه مقداری عجیب غریبه و من خوشم نمیاد که واقعا اینجوری این سبکی ریاکاری میکنن. تیپ و ظاهرشون هم باحال هستش که یه مانتویی رو برای ایشون طراحی کرده بودن چند وقت پیش با الهام گرفته شده از مسجد شیخ لطف‌الله که یه سوالی که واقعا همیشه ذهن من رو مشغول میکنه در خصوص این سلبریتی ها و سلبریتی هستش که این لباس ها رو کی برای اینا طراحی میکنه؟ بعد مثلا اینا فقط میپوشن که بیان توی این مراسم ها و فستیوال ها، یا میپوشن که مثلا پوشیده باشن که فقط یه بار استفاده میکنن. شما فکر کنید که مثلا این لباس رو بردارن برن توی مثلا خیابون. حالا اوکی، سوالی که اینجا هستش، قبلا هم گفتم راجع به سلبریتی های دیگه که چرا گشت ارشاد و نهادهای ناظر به این سلبریتی ها گیر نمیده، فقط به مردم عادی گیر میده. بازم گفتم من اصلا کلا به این گیر دادن ایراد دارم ولی خب به خاطر چی به این افراد گیر نمیدن؟ به خاطر اینکه میگن اوه اینا آدمای معروفی ان فلانن، تشنج تو جامعه ایجاد میشه. مردم عادی که معروف نیستن بذار بریم به اونا گیر بدیم، اینا حالا بذار باشن. یا مثلا توی اکران فیلم در خونگاه اگر اشتباه نکنم، شما به این تیپ و ظاهر خانم مریم معصومی دقت بکنید. لباسشون که آستین کوتاهه
و مانتو هم که اصلا نگم براتون، تازه یه مانتو دیگه هم داشتن که کلا جلوباز بوده، کلا دم دستگاه مشخصه. ولی اینکه با این تیپ به این افراد ایراد نمیگیرن جالب هستش. و از همه اینا بگذریم، از همه این اتفاقات، بازیگرا جدیدن یه روش جدید برای تولید حاشیه یاد گرفتن که بعضا دیدیم یکی دو تا از این آدمای سیاسی هم از این روش استفاده کردن. اونم چوسی حمله کردنه. یعنی یه دونه عکس خودشون منتشر میکنن و میگن که به ما حمله شده توسط یه سری افراد ناشناسی که هیچ وقت هم مشخص نمیشه که کیا بودن. یه چند تا عکس منتشر میکنن خودشون، حالا کبود یا بانداج و چیزای دیگه، که بین افراد سیاسی هم این قضیه خیلی اتفاق افتاده جدیدن، و میگن که یه سری آدم ها به صورت ناشناس به ما حمله کردن که واسه خودشون تولید حاشیه بکنن. این هم یه روش جدید واسه گرفتن فالوور هستش، در کنار روش‌های انتشار عکس‌های خصوصی و نمیدونم عکس‌های لو رفته و ازدواج‌ها و رابطه‌ها و این چیزها. این هم یه روشیه که جدیدن یاد گرفتن و دارن ازش استفاده میکنن. تا همینجا فکر کنم کافی باشه. صدای منم گرفته، فکر کنم آنچه براتون خوشایند نیست. فعلا این قسمت از برنامه خانم مریم رسومی داشته باشید تا قسمت‌های بعدی رو هم برای شما به زودی افشا بکنیم. تازه ایشون یه قلمش بودن که به واسطه یه دونه نویسنده که آقای علی مشهدی بود وارد صنعت تلویزیون و پر رونق سینما شدن. بقیه هم به همین روند هستش. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید برامون کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون.